یک مسئله بسیار مهم دیگر اون است که از تاجیکستان بسیاری مغزها، یک مردمانی که عقل و خرد دارند، مردمانی که دانش دارند، اونها امروز تاجیکستان را ترک میکنند. اگر شما باز یک بار دیگر از کرسی نخیزید، این دفعه در تاجیکستان به نظر من یگان نفر متخصص خوب، متخصص ورزه نمیموند. مردم وطن را ترک میکنند. بی این هم امروز 2 میلیون شهروند تاجیکستان بیرون از وطن است. 2 میلیون. شما نگویید که هیچ گپ نه. این بدبختی است. برای همین یگانه راه در انتخابات اشتراک نکردن شما است. امروز شما باید دانید که کاسه صبر مردم لبریز شد. شما باید دانید که امروز مردم آماده هستند که به گردی همایی برآیند. امروز مردم آماده هستند که برای شرف و ناموس خودشان از بحر جانشان گذرند. شما باور نکنید به اون تعریف ها، به اون ثناگویی ها، به اون نوشبادگویی ها. شما یک بار به فیسبوک سر زنید. شما یک بار به چایخانه ها سر زنید. شما یک بار ببینید که درباره شما مردم چه ها میگویند، چه ها می نویسند. شما به جمهوریت و صدای مردم، به بهارستان و تلویزیون های دولتی، تلویزیون های کشتگی خودتان باور نکنید. امروز مردم به سیاست شما نفرت دارد. امروز مردم همه چیز را میداند. شما گمان نکنید که مردم کور هستند. نه، مردم چشم دارند میبینند. مردم گوش دارند میشنوند. مردم عقل دارند تحلیل میکنند.